میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چرا ما یه کاری رو وقتی شروع میکنیم به سرانجام نمیرسونیمش. مثلا یه کتابی رو شروع میکنیم به خوندن، اول کارم خیلی با انرژی پیش میریم، بعد وسط کار رهاش میکنیم. هر کدوم از ما توی کتابخونه‌مون کتاب‌های زیادی داریم که هر کدومو نصف نصف خوندیم. یا مثلا یه دوره آموزشی رو خیلی با اشتیاق شروع میکنیم، حتی شاید برای تامین هزینه‌هاش به مشکل هم بر بخوریم، ولی مثلا اگر 20 جلسه از 17 18 جلسه رو پیش میریم بعد دیگه تمومش نمی‌کنیم. یا چرا وقتی دوره ها رو گوش می‌کنیم فقط گوش میدیم، تمرین انجام نمیدیم براش؟ چه اتفاقی میفته که باعث میشه ما کاری رو به سرانجام نرسونیم، تمومش نکنیم؟ آقای مقدم یه حرف خوبی میزنه، میگه ما شروع کنندگان خوبی هستیم، ادامه دهندگان متوسطی هستیم و تمام کنندگان افتضاحی هستیم. یعنی میگه کمتر از 20% آدم‌ها وقتی یه چیزی رو شروع میکنن اونو به پایان میرسونن. اتفاقی که برای این قضیه میفته چیه؟ ببینید دوستان، ما یه ضمیر ناخودآگاه داریم که این وظیفش به موفقیت رسوندن ما نیست، وظیفش حفظ بقای ماست و اینکه گونه انسان روی کره زمین بقایش ادامه پیدا کرده، علتش اینه که ضمیر ناخودآگاهش داره از این بقایش محافظت میکنه. ضمیر ناخودآگاه از چیزهای آشنا خوشش میاد، ما رو دوست داره همیشه تو محدوده امن خودش نگه داره. اعتیادها دقیقاً همینجوری به وجود میان. من برام خیلی آشناتره که هر روز صبح که بلند میشم گوشیمو بردارم شروع کنم با گوشیم کار کردن. حالا شب موقع خوابیدن یه پادکست مثلا گوش دادم، یه اتفاقی افتاده تصمیم گرفتم فردا صبح که بلند شم زندگیمو تبدیل کنم به یه زندگی فوق‌العاده، اصلا دیگه سراغ موبایل نرم، بشینم این مطالعه رو انجام بدم، این تمرین رو انجام بدم، این کار رو انجام بدم، برم ورزش، برم پیاده روی. بعد میبینی صبح که بلند میشی یا خانه‌خواه هی میکشتت سمت موبایل، یعنی حالا 5 دقیقه، حالا بذار ببینم، حالا شاید یکی یه پیغام مثلا خیلی مهمی فرستاده باشه، یا اصلا یه اتفاقی میفته که مجبور میشم برم سراغ موبایل و به خودم میبینم ظهر شد هنوز دارم میچرخم توی موبایل. علتش اینه که اون برای من آشناتره و ضمیر ناخودآگاه میخواد ما رو ببره سمت آشناها. من اگه هر روز 10 صبح از خواب بلند شم، 8 صبح بلند شدم و 12 صبح بلند شدم، برای من بیگانه است. بنابراین ضمیر ناخودآگاه من به هر ترفندی شده یه کاری میکنه که من همون 10 صبحی که طبق عادتم بوده بیدار بشم. زمانی که انسان‌ها شروع می‌کنن از مرزهای خودشون رد شدن، ضمیر ناخودآگاه بارها اینا رو برمیگردونه به عقب به سمت مرزهای خودشون. یعنی برای ذهن ما این تعریف شده که از مرز رد شدن خطرناکه. حتی تو کشورهایی که مرزشون رو فقط با یه علامت نشون دادن، یعنی هیچ ایست بازرسی توش وجود نداره، از مرز دو کشور که شما می‌خوای رد شی، توی یه جاده‌ای داری میری، یه تابلو زده مثلا از اینجا به بعد مرز فلان کشوره، دیده میشه که ماشین‌ها اونجا ناخودآگاه سرعتشون رو کم میکنن. نه پلیسی وجود داره، نه ایست بازرسی وجود داره، نه حتی شاید دوربینی وجود داشته باشه که رفت آمدا رو کنترل بکنه. انسان‌ها به مرزها که میرسن خود به خود سرعت خودشون رو کم میکنن. من وقتی یه دوره 21 روزه رو میخوام شروع بکنم، تا 17-18 روز اوکیم. وقتی دارم به پایانش میرسم ذهن منو برمیگردونه عقب و اجازه نمیده که من این دوره رو تمومش بکنم، چون من باید همیشه توی اون محدوده آشنای خودم بمونم. اگر یه دوره نیاز به تمرین داره، باید تمرین براش انجام بدم، اجازه نمیده که من این کار رو انجام بدم، چون میترسه که من تبدیل به یه آدم جدید بشم. حالا ممکنه یه آدمی بهتر بشه یا بدتر. ضمیر ناخودآگاه مثل کودک هیچ قضاوتی راجع به هیچ چیزی نداره، فقط میگه اگر تو عادت کردی به تموم نکردن کارهات، این کار رو هم نباید تموم بکنی. مثلا این کسانی که توی ورزش‌های رزمی مثلا آجر خورد میکنن، کاشی خورد میکنن، اینها وقتی باشون صحبت میشه میگن ما به پشت سر این آجر داریم نگاه میکنیم، به پشت سر این کاشی داریم نگاه میکنیم. اگر ما به خود کاشی نگاه کنیم، دستمون به نزدیکی کاشی که میرسه، ناخودآگاه سرعتش کم میشه و قدرتش هم کم میشه، نمیتونیم این کاشی رو خورد بکنیم. بنابراین ما مانع ها رو جوری میچینیم که اولا بتونیم پشت سرش رو ببینیم، تو چشممون باشه، و بعد این پشت سر رو مورد توجه قرار بدیم. ما میتونیم از همین تکنیک استفاده بکنیم در انجام کارهامون. اگر من قرار در یک چله شرکت بکنم که 40 روز قراره که طول بکشه، من توی ذهن خودم از اول بگم من 45 روز این کار رو انجام میدم، من 45 روز این کار رو انجام میدم، من روز آخر چله رو 5 روز اضافه تر گوش میدم. اگر قراره یه رژیم غذایی رو من 1 ماه رعایت بکنم، به خودم همون شروع کار بگم من 6 هفته میخوام این رژیم غذایی رو طول بدم. اگر یک دوره 21 روزه، باید به خودم تلقین بکنم که این دوره 25 روزه، 26 روزه. اگر میخوام یه کاری رو تموم کنم، در ابتدای کار باید مرزها رو
جلوتر از اون چیزی که برای اون واقع کتاب یا هر چیزی تعریف شده بذارم. مثلا یک کتاب 1000 صفحه‌ای میخونم، بگم دارم 1500 صفحه کتاب میخونم. این رو به ذهنم بقبولونم، چون خیلی سریع هم گول میخوره. وقتی از این مرزها عبور کردم و تو ضمیر ناخودآگاه من جا افتاد که تو میتونی از مرزها عبور بکنی، میتونی یه چیزی رو به پایان برسونی، 10 بار 15 بار که من تونستم یه دوره آموزشی رو تموم کنم، یه کتاب رو تموم کنم، یه چله رو تموم کنم، دیگه این باور در من نهادی نمیشه که میتونم این کار رو انجام بدم، میتونم از این مرز بگذرم. از اینجا به بعد میتونم برگردم به واقعیت. اگر واقعا یه دوره 40 روزه، خب 40 روز انجامش بدم، هیچ اتفاقی نمیفته. اما برای شروع لازمه که ما یه مقدار مرزهامون رو جابجا بکنیم، به ضمیر ناخودآگاهمون غلبه بکنیم. وقتی اینو یاد بگیره که از این محیط آشنای خودش که بیرون بیاد خطری بیرون تهدیدش نمیکنه، عادت میکنه به این که اون هم بتونه یه کاری رو انجام بده و اینجا تبدیل میشیم به اون تموم کننده ها. سوالی نیست؟